توی سال 1931 توی شهر کرت ایندیانا یه بچه دنیا میاد که اسمش رو جیمز وارون جونز میذارن. دنیا اون رو به اسم جیم جونز میشناسه. خانواده به شدت فقیری داشتن که از همون بچگی طعم فقر و تبعیض رو چشیده بود. پدرش که از سربازای جنگ جهانی اول بود تقریباً از کار افتاده بود و مادرش هم یک زن بد اخلاق و الکلی بود که از عواطف مادری بهره‌ای نبرده بود. اونا به شدت با هم مشکل داشتن و بعد از یه مدتی از همدیگه جدا شدن. حتی خوراک روزانه و لباس خودشون رو هم نمیتونستن فراهم کنن. بنابراین جیم بیشتر اوقات رو با مادرش میگذرون. توی همسایگیشون خانمی به نام مرتیل کندی زندگی میکرد که یه زن مذهبی بود. چون به جیم کوچک علاقه داشت به اون رسیدگی میکرد. از طریق همین خانم جیم با کلیسا و آداب مذهبی آشنا شد. تو همون زمان بچگی چنان غرق در آداب کلیسا شد که برای کودکان همسن و سال خودش سخنرانی میکرد و خودش رو صاحب روح ملکوتی میدونست. حتی یک بار به دوستاش گفت که خدا بهش 2 بال داده که هر وقت هر جا دوست داشت میتونه بره. به هر حال اون با همسن و سالاش رابطه خوبی نداشت. بچه‌ها هم بیشتر اوقات فقر و نداریش رو سوژه خنده میکردن. اما اون ذاتاً خودش رو برتر از دیگران میدونست و بهشون کم محلی میکرد. حتی با رفتار عجیبش سعی میکرد اونا رو بترسونه. وقتی که نوجوان شد به دوستش گفت توسط فرشته مرگ هدایت میشه و هر وقت بخواد میتونه جون بقیه رو بگیره. توی مدرسه دوستان زیادی نداشت. ترجیح میداد توی ساعت ورزش جای شرکت توی مسابقات مربی تیم باشه، چون از شکست خیلی میترسید. توی یکی از مسابقات فوتبال که یه روز مربی تیم میشه سعی میکنه چند تا سیاه‌پوست رو وارد تیم کنه که این کارش باعث رنجش نجات پرستای آمریکایی میشه. حتی پدرش از این رفتارش متنفر بود و به اون حمله میکنه و از اون میخواد که هیچ وقت با سیاه‌پوستان نگرده. اون هرگز پدرش رو به خاطر این دیدگاه نبخشید. زمان میگذره و اون به سن نوجوانی میرسه. افکارش تو این زمان تغییر میکنه و از دین و شیطان میاد بیرون و میره سمت روابط جنسی و این رفتارش مشکل ساز میشه. اون به بچهای کوچیک‌تر چیزهایی رو یاد میده که اصلا مناسب اونها نبوده و پدر مادر این بچه‌ها به شدت عصبانی میشن و به مادر اون شکایتش رو میکنن. اما مادر خیلی براش اهمیتی نداشته. تو این زمان چون که نمیتونسته اجاره خونه رو بده تصمیم میگیره با جیم به شهر ریچموند ایندیانا برن. اما اونجا هم نمیتونه اجاره خونه ها رو پرداخت کنه. برای اولین بار جیم این صحنه رو میبینه و خیلی ناراحت میشه. اونجا تصمیم میگیره که سر کار بره. جیم توی بیمارستان مشغول به کار میشه و 2 سال بعد هم میتونه دیپلمش رو بگیره. توی همون بیمارستان با یه دختری آشنا میشه که پرستار همون بیمارستان بوده به نام مارسلین بالدوین. مارسلین 4 سال از جیم بزرگتر بوده. وقتی جیم به 18 سالگی میرسه ازدواج خودشون رو قانونی میکنن و شهر رو ترک میکنن. اونا به شهر ایندیاناپولیس میرن. توی شهر ایندیاناپولیس توی بیمارستان مارسلین مشغول به کار پرستاری میشه. جیم هم به دانشگاه باتلر میره، یه دانشگاهی که به شدت نژاد پرستی توش وجود داره و اون همونجا شروع میکنه با نژاد پرستا مخالفت کردن، چون مخالفت کردن رو خیلی دوست داره. توی کارش هم خیلی جدی بوده. میرفته اینور و اونور و برای مردم در مورد سوسیالیسم سخنرانی میکرده. اما خودش اصلا اعتقادی به این سوسیالیسم نداشت. یواش یواش شروع میکنه سوسیالیست رو تغییر دادن به این که قادر مردم رو شفا بده و مردمی که دور اون جمع شدن میگفته که میتونم شفاتون بدم. اینقدر راجع به این قضیه خوب صحبت میکنه که مردم بهش ایمان میارن. کلیسای دیگه هم ازش دعوت میکنن که بیاد و راجع به قضیه شفا با اونا صحبت کنه. توی دهه 50 نژاد پرستی بیداد میکنه، مخصوصا توی شهر ایندیاناپولیس و اوهایو. جیم با تمام این نژاد پرستا مخالفت میکرده و خواستار این بوده که سیاه‌پوستا وارد کلیسا بشن. نه تنها وارد کلیسا بشن بلکه ردیف‌های اول هم بشینن. این وسط سیاه‌پوستا عاشق کارای جیم شدن. نژاد پرستا دیگه خیلی ناراحت شده بودن، چون جداسازی سیاه‌سفید تو اون زمان هم قانون بوده. پلیس اومد سراغ جیم و گفتن توی کلیسا نمیتونی این کار رو انجام بدی. برای همین اون رفت و کلیسای خودش رو زد. کلیسای خودش رو با نام معبد مردم دایر کرد و گفت اینجا سیاه و سفید نداریم. رنگین پوست عاشقش شده بودن و سفیدایی هم که مخالف نژاد پرستی بودن همیشه اونجا رفت و آمد میکردن. برای همین کلیسا همیشه پر از جمعیت بود.
نجات پرستای تندرو از این کارش که خیلی ناراحت شده بودن میرفتن و جلوی خونش صلیب آتیش میزدن. صلیب آتیش زدن به این معنی اگه از اینجا نری جون تو از دست میدی. کم کم حرفای جیم عجیب‌ترم شد. راجب یه خودکشی دست جمعی شروع میکرد به حرف زدن، ولی هیچ کس از مریدان او به خبرگزاری راجب این قضیه صحبت نمیکرد، چون قبل‌تر اون خبرنگارها رو شیطان خوانده بود. بعد از صحبت کردن راجب این خودکشی دست جمعی، جیم میفهمه که اوضاع خیلی هم خوب نیست و ممکنه دولت جلوی کارش و فعالیتش رو بگیره. برای همین کلیساش رو منتقل میکنه. توی 10 سالی که توی کالیفرنیا بوده خیلی پول به جیب میزنه. میره توی منطقه‌ای توی آمریکای جنوبی به نام گویان و 11,000 زمین رو میخره. مریداش انقدر اونو قبول داشتن که دنبال اون راه میافتن. توی زمینایی که میخره یه کلیسای مجهز میسازه، اطرافش رو شروع میکنه به خونه سازی و یه قسمت از زمین رو میذاره واسه کشاورزی. اسم این روستا هم میذاره جونز تاون. طولی نمیکشه که نزدیک 1000 نفر توی این روستا ساکن میشن. همه اینا از غرب آمریکا اومدن. 3/4 رنگین پوست، 1/4 سفید پوست. اما با اینکه کلی دور شده و رفته، اما خبرگزاری اونو ول نمیکنن. هر روز راجبش چیز میزنن که این آدم 1000 نفر از آمریکایی رو دنبال خودش برده و صحبت از خودکشی دست جمعی کرده. تو اون زمان سناتور رایان صحبت میکنه که جیم جونز 1000 نفر از آمریکایی رو برده اونجا و اصلا معلوم نیست که دارن چی کار میکنن. جیم هم که این صحبت رو میشنوه به رایان اجازه میده که با هر خبرنگاری که دوست داره اونجا بره و از اونا دیدن کنه. سناتور رایان و خبرنگارها به منطقه گویان میرسن. اونجا فکر میکنن با نارضایتی ساکنین روبرو میشن، اما قضیه اینطور پیش نمیره. از روستاییان پرسیده میشه در صورت تمایل میتونن اونجا رو ترک کنن. اونا جواب میدن بله، ما آزادیم و هر زمان بخوایم میتونیم اینجا رو ترک کنیم، اما این کار رو نمیکنیم چون ما اینجا رو دوست داریم. اما شب آخر توی یه مهمونی یه دست نوشته به دست یکی از خبرنگارا میرسه که توش نوشته بود من نمیخوام اینجا بمونم، لطفاً من رو هم با خودتون ببرین. سناتور برمیگرده و به جیم جونز میگه میدونید بعضیا نمیخوان اینجا بمونن. اونم ناراحت میشه و شروع میکنه بلند بلند گفتن که هر کی دوست نداره میتونه اینجا رو ترک کنه. 14 نفر از جمعیت جدا میشن و میگن ما هم میخوایم بریم. اما موقع سوار شدن به هواپیما یه اتفاق میفته. نگهبانای جیم جونز تمام اون افراد حتی سناتور رایان رو به گلوله میبندند و همه رو میکشن. بعد از به رگبار بستن این افراد، جیم میدونه که ارتش آمریکا به زودی به سراغشون میاد. میره پشت میکروفون و شروع میکنه به سخنرانی برای طرفداراش و میگه ارتش آمریکا میاد اونجا، اونا رو شکنجه میکنه و دست آخر همه رو میکشه. بنابراین ما نباید دست اینا بیفتیم، نباید این اجازه رو به اونا بدیم. و به اونا میگه باید دست جمعی خودکشی کنیم، یه خودکشی انقلابی. روش خودکشی هم از قبل آماده شده. نوشیدنی پر از سیانور که بین همه تقسیم میشه، از بچه 10 ساله گرفته تا پیرزن و پیرمرد، اما خودش سیانور رو نمیخوره تا مطمئن بشه همه خودکشی کردن. 914 نفر جون خودشون رو از دست میدن. جیم با کلتش یه تیر توی مغز خودش میزنه و زندگی مرد عجیب به پایان میرسه.